اگر میخوای بدونی در جهانی پر از رقابت و فناوری، شاهکارهایی به نام با ارزش‌ترین شرکت‌های جهان چقدر ثروتمند هستند، با من همراه شو. گرانترین شرکت‌های جهان معمولاً بر اساس ارزش بازار خود مشخص میشن. این ارزش ممکنه بر اساس ملاک‌های مختلفی مثل سرمایه‌گذاری، درآمد، سود و رشد شرکت‌ها تعیین بشه. رو متحول کردن. در ادامه با 5 تا از ثروتمندترین غول‌های تجارت جهان که همیشه در صدر جدول با ارزش‌ترین ها هستند آشنا میشیم. در سال 1994 وقتی جف بیزوس متوجه شد که تعداد استفاده از اینترنت 24 برابر بیشتر شده، تصمیم گرفت اون هم سهمی توی این بازار داشته باشه. بعد از تهیه لیست اقلامی که تونست اونها رو به صورت آنلاین بفروشه آماده کنه، در نهایت به این نتیجه رسید که فروش کتاب از همه بهتره. پس تصمیم گرفت همراه همسرش به سیاتل بره و استارتاپ خودش رو راه اندازی کنه و شرکت آمازون به این صورت تأسیس شد. او نام بزرگترین رود جهان رو براش انتخاب کرد و اولین کتاب خودش رو در 3 آوریل 1995 فروخت. بعد از اینکه لینک شرکت آمازون در یاهو دیده شد، از 44 کشور سفارش گرفت. اما بر اساس پیش‌بینی جف بیزوس اوضاع پیش نرفت و چون اون در سال 2000 1.6 میلیارد دلار درآمد داشت. آمازون با شعار سریع بزرگ شد به سرعت بزرگ و بزرگتر شد. اما در سال 2001 دچار بحران مالی شد و ارزش سهامش از $107 به $7 سقوط کرد. اما مدیریت هزینه‌ها این دوران رو گذرید و در سال 2003 به سبد محصولاتش نرم افزار جواهرات رو اضافه کرد. طی سالهای 2007 تا 2017 تعداد کارکنانش رو افزایش داد. این رقم به بیش از 7 برابر تعداد کارکنان گوگل بود. جف بیزوس در سال 2017 با درآمد 72.8 میلیارد دلار در رده سوم ثروتمندترین افراد جهان قرار گرفت و در سال 2018 بیل گیتس رو کنار زد. او تونست با ثروتی بالغ بر 112 میلیارد دلار جایگاه اولیش رو تصاحب کنه. مؤسسه گوگل آلفابت یک شرکت چند ملیتیه که در حوزه فناوری فعالیت داره. مؤسسه آلفابت مادر شرکت گوگل و چندین شرکت دیگه است. گوگل با کمک لری پیج و سرگی برین که بنیانگذاران این شرکت هستند به یکی از بزرگترین شرکت‌های جهان تبدیل شده. دفتر مرکزی این شرکت در مانتین ویو کالیفرنیا واقع شده و با فعالیت فروش خدمات خودش در بیش از 100 کشور جهان بازار وسیعی رو در اختیار داره. از تیم تحقیق و توسعه قدرتمندی برخورداره که سبب شده تا شرکت آلفابت بتونه محصولات و فناوری‌های نوآورانه زیادی رو به بازار معرفی کنه. سال تأسیس 1998، درآمد 257.6 میلیارد دلار، درآمد خالص 760 میلیارد دلار و ارزش بازار 1.33 تریلیون دلار. سومین رتبه در این لیست متعلق به شرکت مایکروسافته، یک شرکت فعال در حوزه فناوری که بیشتر به دلیل سیستم عامل ویندوز و مجموعه نرم افزارهای آفیس در جهان شناخته شده. مایکروسافت که توسط بیل گیتس و پل آلن تأسیس شد، به یکی از تاثیرگذارترین شرکت‌های جهان تبدیل شده. دفتر مرکزی این شرکت در ردموند واشنگتن با حضور در بیش از 100 کشور بازار جهانی وسیعی رو در اختیار داره. مایکروسافت در کنار محصولات نرم افزاری خود، کامپیوتر شخصی، کنسول‌های بازی و دستگاه‌های تلفن همراه رو نیز به بازار عرضه می‌کنه. این شرکت به دلیل تیم تحقیق و توسعه و قدرتمندی که در اختیار داره، محصولات و فناوری‌های نوآورانه بسیاری رو تاکنون به بازار معرفی کرده. درآمد اون 184.9 میلیارد دلار، درآمد خالص 71.2 میلیارد دلار و ارزش بازار 2.10 تریلیون دلار. آرامکو بعد از اپل و البته از نظر درآمد بزرگترین شرکت در جهانه و بازیگر اصلی در صنعت انرژی جهانی که در سال 1933 تأسیس شد. دفتر مرکزی اون در زهران عربستان سعودی قرار داره. این شرکت مسئول اکتشاف، تولید و پالایش و توزیع نفت و گاز طبیعیه.
که شبکه وسیعی از خطوط لوله و تأسیسات رو در سراسر خاورمیانه اداره میکنه. درآمد این مجموعه عظیم 346.5 میلیارد دلار، درآمد خالص 88.1 میلیارد دلار و ارزش بازار 2.33 تریلیون دلاره. اپل شرکت فناوری چند ملیتی در ایالات متحده آمریکا در زمینه طراحی و ساخت لوازم الکترونیکی مصرفی. این شرکت به خاطر محصولات نوآورانه و با کیفیت خودش از جمله آیفون، آیپد و مک شهرت داره. اپل در سال 1976 توسط استیو جابز و 2 از دوستانش تأسیس شد. یکی از بزرگترین و با ارزش‌ترین شرکت‌های جهان. دفتر مرکزی این شرکت در کالیفرنیا قرار داره و با فروش محصولات خودش در بیش از 100 کشور حضور گسترده‌ای در بازار جهانی پیدا کرده و به دلیل هویت برند قوی و مشتریان وفادار خودش شناخته شده. به عنوان یکی از تحسین برانگیزترین و قابل اعتمادترین شرکت‌های جهان شناخته شده. درآمد این شرکت 378.3 میلیارد دلار، درآمد خالص 100.5 میلیارد دلار و ارزش بازار